ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори чорум. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷампур. боби 2. рушди иқтисодии Тоҷикистон ва дурнамои стратегии он. дуюм. афзалиятҳои стратегии Тоҷикистон. جمهوری تاجیکستان در سیاست خود از سالهای اولی صاحب استقلالی همکاری‌های منطقوی به خصوص با کشورهای همسایه خود را همیشه در مد اول گذاشته، چنین مناسبت را یگانه راه حل مشکلات موجوده می شمارد. در این راستا ساختمان پول انرژتیکی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، لایحه کس 1000 که به افزایش صادرات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به سیستم نیازمند انرژتیکی افغانستان و پاکستان مساعدت می نماید، مقام مخصوص کسب می کند. شبهه‌ای نیست که تطبیق این لایحه چون محرک رشد تجارت خدمت کرده، تولید محصولات صناعتی و تأمین امنیت انرژتیکی را در هر دو منطقه اجرا خواهد کرد. باید قید نمود که هماهنگی‌های ضروری مشترک بالای لایحه کس 1000 از سال 2006 آغاز گردیده، آن را مرحله به مرحله از سطح نظریه تا به پایه طرح مکمل و برای همه طرفهای اشتراک کننده آن سودمند رسانیدند. در این دوره یک قطار تحقیقات تکنیکی، اقتصادی و اکولوژی جوابگوی به طلبات بین المللی به انجام رسیدند که آن را همچون لایحه استوار و دارای اهمیت بزرگ منطقوی معرفی می نمایند. در نتیجه مذاکرات اساسی بین کشورهای ما یک سلسله سندهای لایحه‌ای به امضا رسیدند. سازشنامه گنرالی میان شرکت‌های ملی انتقال دهنده نیروی برق و سازشنامه‌های مالیوی و خرید نیروی برق از جمله آنهاست. همزمان با این سرچشمه‌های اساسی مبلغ گذاری لایحه نیز معین کرده شدند. لایحه را 7 مؤسسه از جمله بانک جهانی توسط اساسیاسیون بین المللی رشد، بانک اروپایی سرمایه گذاری، فاند مقصدناک برقرارسازی افغانستان، بانک اسلامی رشد، اجنسی ایالات متحده امریکا عاید به رشد بین المللی، وزارت رشد بین المللی بریتانیا، بانک اروپایی تجدید و رشد سرمایه گذاری می کنند. لایحه کس 1000 به حیث نخستین طرح بین منطقوی از نقطه نظر حقوقی و مالیوی کامل و مطابق به طلبات معیارهای بین المللی می باشد. قابل ذکر است که این لایحه هم از نگاه تطبیق معیارهای تجارتی و هم از لحاظ استفاده واسطه‌های تکنولوژی به همتاست. بنیاد بیش از 1342 کیلومتر خطهای انتقال برق بلند شدت جریان دائمی و تغییر یابنده، زیر ایستگاه‌های تبدیل شدت، استفاده تجهیزات نوترین جریان دائمی در دایره لایحه کس 1000
در نزد انرژیتیک ها و ساختمانچیان وظیفه های جدی می گذارد. زیاده از این، طرح کس 1000 از لحاظ کاهش دادن تأثیر منفی پرتاب‌های استعصاری به محیط، سازگار هدف‌های سازشنامه پاریس دایر به تغییریابی اقلیم در مورد دسترسی به منبع‌های الترناتیوی انرژی می باشد. یک نکته دیگری مهم را نیز باید ذکر کرد که تطبیق لایحه مذکور بر رشد تجارت و استحصال محصولات صنعتی تکان تازه بخشیده، استقلالیت انرژتیکی را در جمهوری تاجیکستان و منطقه تأمین خواهد کرد. نتیجه های زحمت مردم و نقشه های حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه انرژتیک با آن جمع بست می شوند که ما در سال اولی بعد 25 سالگی استقلالیت دولتی امکانیت پیدا کردیم که محدودیت برق را برای زمستان سالهای 2017-2018 هم پره از بین بریم و این دستاورد بزرگ و اقتصاد و رشد استوار کشور زمینه بنیادی می گذارد. در سمت شریکی دولت در بخش خصوصی نیز ما تجربه مثبت داریم که نمونه آن سازشنامه کنسسیونی با شرکت پامیر انرژی می باشد. این اقدام نتیجه مثبت به عمل آورده برای تامین نیروی برق در قسمت شرقی کشور مساعدت کرد و جهت رشد استحصالات وطنی زمینه خوب فراهم آورد. بیشک توسط این اقتدارها ما نه تنها به افزایش حجم استحصال و انتقال قوه برق افضلیت می دهیم، بلکه به ثمرناک استفاده نمودن آن اعتبار خاص می گذاریم. با این مقصد ما در جمهوری و استفاده فروزانک های کم مصرف گذاشتیم. تنها در یک سال گذشته به استفاده چنین فروزانک ها و تجهیزات دیگری کم مصرف در کشور 2 میلیارد کیلووات ساعت برق صرف گردید. الحال کوشش به خرج داده ایستاده ایم که تلفات تکنیکی قوه برق را با استفاده از حساب کنک های رقمی و دیگر تکنولوژی های معاصر کم مصرف در همه منطقه ها برای کارکرد محصولات داخلی مملکت هر سال تا 3-4% کم نماییم. ما تصمیم گرفته ایم که تا سال 2030 اقتدار انرژتیکی کشور را از 17 تا 45 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال یا قریب 3 برابر افزایش داده، جهت بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت ساختارهای ساحه اصلاحات جدی را راه اندازی نماییم. صادرات نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه را به کشورهای همسایه توسط خطهای منطقوی انتقال نیروی برق از جمله کس 1000 تا 10 میلیارد کیلووات ساعت افزون گردانیم. یکی از سمت‌های دیگری افضلیتناک سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی وطنی، هرچی بیشتر کاهش دادن وابستگی مملکت از مواد سوخت وارداتی و فراهم آوردن زمینه برای رشد باثبات اقتصادیات مملکت روانه گردیده است. امروز برای کشورهای سیاره تأمینات با مواد سوزشواری به یکی از مسئله‌های اولین درجه حیاتی تبدیل یافته، دولت‌های خرد و بزرگ عالم تلاش می‌نمایند که
به ذخیره‌های غنی انرژیتیکی صاحب شوند. دایر به این مسئله ساختار و مقامات دخلدار وظیفه‌دار شدند که با جلب سرمایه داخلی و خارجی جهت تأمین طلبات اهالی و کارخانه‌های صناعتی کارهای جستجویی اکتشافی را در میدانهای آینده‌دار نفت و گاز باز هم وسعت دهند، زیرا طلبات سالانه مملکت به مواد سوخت بیش از 1 میلیون تن را تشکیل داده احتیاجات به سوزشواری تا رفت می افزاید. الحال در مملکت در سمت کشف، پرمکنی، استخراج و کارکرد نفت و گاز 11 شرکت وطنی و خارجی فعالیت دارد. در قلمرو کشورمان در سمت کشف کانهای نفت و گاز یک قطار شرکت‌های با نفوذ فدراسیون روسیه، جمهوری فرانسه، جمهوری مردمی چین، اینچنین کارخانه نفت و گاز و انگشت جمهوری تاجیکستان فعالیت می نمایند. خاطر نشان می سازیم که بنیاد نمودن و به کار درآوردن کارخانه های کارکرد نفت نیز از نتیجه و ثمره های نیک زمان صاحب استقلالی دولتمان می باشد. باید گفت که همه ساله 80-85% نفت استخراج شده در کارخانه های موجوده ساحه کارکرد شده، محصولات استحصال کرده آنها برای رشد اقتصادیات کشورمان روانه می گردد. در حالت پره به کار شروع نمودن کارخانه های وطنی کارکرد نفت، یک قسم طلبات داخلی مملکت به مواد سوزشواری تأمین گردیده، سطح طلبات به این نوع محصولات در بازار داخلی پست کرده می شود. در برابر این باید قید نمود که با مقصد کاهش وابستگی از واردات گاز طبیعی و محصولات نفتی در مملکت دایر به گوناگون سازی دسترسی به ذخیره‌های انرژیتیکی از جمله به انگشت چاره‌های مشخص اندیشیده شده‌اند. در کنسپسیای رشد کامپلکسی سوزشواری و انرژیتیکی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2003-2015 پیش از همه به یکی از ساحه‌های استوار و منتظم ترقی کننده انرژیتیکی مملکت استخراج انگشت دقت داده شده. به رشد این ساحه حیاتاً مهم افضلیت مقرر گردید. تنها در دوام 8 سال اخیر با این مقصد زیاده از 35 میلیون دلار امریکایی روانه کرده شد. در نتیجه چاره‌های اندیشیده شده استخراج انگشت منتظم زیاد گردیده، در سال 2016 به 236 میلیون تن رسانیده شد که این از استخراج سال 1991 بیش از 3 مراتب زیاد است. الحال بیش از 200 کارخانه صناعتی و انرژیتیکی انگشت را همچون الترناتیو به گاز طبیعی و سوزشواری استفاده می‌برند. پیش بینی شده است که تا سال 2030 استخراج انگشت باید به 10 میلیون تن رسد. با این راه شرایط برای دیورسیفیکاسیون انرژیتیکی وطنی در اساس رشد منظم ساحه‌های انگشت و نفت و گازی کامپلکسی سوزشواری و انرژیتیکی و از خودکنی منبع‌های نیروی برقرار شونده باز هم بهتر تأمین می شود. یکی از مهمترین مسئله هایی که
بعد رسیدن به استقلالیت دولتی پیش آمد رهایی بخشیدن کشورمان از محدودیت‌های کمونیکاسیونی، یعنی کشادن راه‌های ماشینگرد، آهن و هوایی و تأمین رابطه با تمام منطقه‌های مملکت و کشورهای دیگر می باشد. از این رو از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئله بنیاد راه‌های دارای اهمیت منطقوی و بین المللی توجه دائمی ظاهر گردیده تا به امروز برای از بنبست کمونیکاسیونی پرره رها نمودن و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن کشورمان لایحه‌های زیادی سرمایه گذاری عملی شده ایستادند. دولتی که در نزد خود هدف پیشرفت و ترقیات را گذاشته است باید به بنیاد و از نوسازی و به استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن شبکه‌های داخلی کمونیکاسیونی و رشد منظم و استواری آن توجه خاص ظاهر نماید. در برابر این راهسازی و راهداری از سنت‌های قدیمه مردمی ما به حساب می رود. در طول عصرهای زیاد راه‌ها خلق تاجیک را با کشورها و تمدن و فرهنگ‌ها پیوست نموده عامل پیشرفت جامعه انسانی و رواج تجارت گردیدند. ما هنوز در سالهای اولی استقلالیت دولتی اظهار کرده بودیم که باید نقب‌های بزرگ و راه‌های زمانوی ماشینگرد بنیاد کرده مملکت را به یک قلمرو واحد تبدیل دهیم و رابطه‌های نقلیاتی کشورمان را با ممالک دور و نزدیک تأمین نماییم. تا سال 1997 همگی 42% راه‌های دارای اهمیت جمهوریوی و 20% راه‌های اهمیت محلی داشته منفرش بودند و خلاص که از آن 73% در حالت پست، 26% در حالت میانه و تنها 1% در حالت خوب تکنیکی قرار داشتند. همچنین کشوری کوهسار ما در دوام 10 سالها بنابر نبودن راه به 3 قسمت جدا شده بود و همه ساله قریب 6 ماه گردش محصولات و رفت و آمد آدمان از یک قسمت به قسمت دیگری مملکت امکان نداشت. برای برطرف کردن این مشکلات حکومت از سال 2000 سر کرده استراتژی مخصوصی رشد کامپلکس نقلیات را براه ماند که نتیجه های آن را هر یک ساکن کشور واضح و روشن احساس می نمایند. در این دوره جهت حل مسئله های مربوطه با 21 دولت خارجی دور و 13 دولت خارجی نزدیک سازشنامه های دو جانبه بسته شدند. همزمان برای رشد روابط بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت نقلیات اتومبیلی 12 کنونسیون و سازشنامه بین المللی به امضا رسانیده شد که به حمل و نقل بین المللی مساعدت نمودند. ما با مقصد تأمین گردش دائمی مال و محصولات و رفت و آمد مردم کشورمان یک قطار شاهراه‌ها، نقب‌ها، راه‌های آهن و پل‌ها را ساخته مورد استفاده عموم قرار دادیم. در نتیجه شماره مؤسسه‌های نقلیاتی افزوده، الحال در جمهوری 220 کارخانه نقلیاتی، 57 ترمینال مسافربری، 18 ترمینال بارکشانی، 836 خط سیر مسافربری و 41 شرکت نقلیاتی بین المللی فعالیت دارند. در دوران استقلالیت دولتی
جهتی رسیدن به هدفهای گذاشته شده در ساحه نقلیات 45 لایحه دولتی سرمایه گذاری به مبلغ عمومی زیاده از 12 میلیارد سامانی تطبیق شده بیش از 2000 کیلومتر راههای ماشینگرد بنیاد و از نو سازی گردیدند. اینچنین 190 کیلومتر خط نوی راه آهن و زیاده از 30 کیلومتر نقب‌های ماشین‌گذر مورد بهره برداری قرار داده شدند. تنها در دوام سال 2015 هم در مجموع قریب 510 کیلومتر راه تعمیر و تجدید و 140 پل ساخته و برقرار کرده شدند. از جمله ساختن و از نوسازی راه‌های ماشینگردی دوشنبه چناق، دوشنبه کولاب، قلعه خمب، خاروخ، قلمه، دوشنبه سریتاش، قرغان تپه دوستی، نقب‌های ماشینگذر در عقبه‌های انزاب، شهرستان، چارمغزک، شرشر، راه آهنی دوشنبه قرغان تپه کولاب ساخته و از نوسازی گردیدند. با کشادن نقب‌ها و بنیاد راه و پل‌ها، رابطه نقلیاتی تمام شهر و ناحیه‌های مملکت در همه فصل‌های سال تامین گردید. حالا با افتخار گفته می توانیم که ما هدف اساسی استراتژی دولت رهایی یافتن از بنبست کمونیکاسیونی را سربلندانه اجرا نمودیم. شبکه راه‌های ماشینگرد جمهوری در دوران صاحب استقلالی مملکت کلاً تغییر یافت. آن از یک شبکه ناپره‌ای بنبستی داخلی و یک جانبه موسمی به شبکه دائمی در داخل کشورمان و کشورهای همسرحد مبدل گردید و خوشبختانه امروز تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی شناخته می شود. در برابر این یک تعداد لایحه‌های راه آهن، خطهای انتقال برق و لوله‌های گاز که به ما امکان پیوست شوی با انفراساختاری مربوطه چین، افغانستان، ایران، ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه را می دهند، در حالت آماده سازی و بررسی قرار گرفتند. کارها دایر به از نوسازی ساحه نقلیات، به زیاد نمودن حجم انتقال صادرات و واردات، جلب نمودن ترانزیت بارها و مسافران توسط حدود جمهوری تاجیکستان، تأمین بی‌خطری حرکت و گذرانیدن سیاست موزون تعریفی با سرعت ادامه دارند. مبلغ گذاری نگهداری راه‌ها از بودجه جمهوری سال تا سال افزوده ایستاده است. اگر در سال 2000 به این مقصد 3,827,000 سامانی جدا گردیده باشد، این مبلغ در سال 2016 هم به 61 میلیون سامانی رسید. امروز جمهوری تاجیکستان وابسته به موقع خاص جغرافی خود و دستاوردهای نظررسش در سمت مجموعه نقلیاتی همچون کشوری ترانزیتی اعتراف شده است. کشوری ما حالا عضو 12 کنونسیه و سازشنامه بین المللی دایر به نقلیات بوده. در یک چند لایحه و برنامه‌های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی،
راه‌های ماشینگردی آسیا، دالان نقلیاتی اروپای و قفقاز و آسیا شرکت می‌ورزد. رشد و انکشافی همه نوع نقلیات همیشه در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. طبق تحلیل و بررسی سازمان‌های بین المللی عاید به صفت راه‌ها، تاجیکستان میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در آسیای مرکزی جای یکم را گرفت. حالا راه آهن تاجیکستان بیش از 80% حجم عمومی بارکشانی بین المللی مملکت را به عهده داشته، قطارهای آن سالی صدها هزار نفر مسافر و میلیون ها تن مال و محصولات گوناگون را انتقال می دهد. حکومت مملکت پیوسته سعی و تلاش دارد که برای شبکه‌های راه آهن کشور همه شرایط و امکانیت‌های ضروری را فراهم آورده، آنها را به طلبات زمان معاصر و ترقیات با سرعت جامعه مطابق گرداند. در دوران استقلالیت دولتی برای احیا و پیشرفت راه آهن تاجیکستان و پیوستن به شبکه‌های راه‌های آهن فرامرزی زمینه مساعد فراهم آمد. از 17 اوگوست سال 1994 سنه تأسیس راه آهن تاجیکستان شروع شده، ساختمان خط نوی راه آهن قرغان‌تپه کولاب آغاز گردید. افتتاح مرحله یکم این راه 7 سپتامبر سال 1998 با درازی 52 کیلومتر و مرحله دوم این راه قسمت دنقره کولاب 7 سپتامبر سال 1999 با درازی 80 کیلومتر انجام یافته مورد بهره برداری قرار گرفت. با استفاده دادن راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه باشد قدم استواری کشوری ما در عملی نمودن سیاست هدفناک پیوستن به شبکه‌های راه‌های آهن فرامرزی و وسیع نمودن امکانیت‌های نقلیات راه آهن کشور می باشد. در قسمت وحدت یاوان ساختمانی با درازی 47 کیلومتر خط راه آهن دوشنبه ختلان نیز تامین گردید که در روزهای جشن 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تنتنه به استفاده داده شد. اطمینان کامل داریم که مورد استفاده قرار گرفتن راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کولاب در قطار دیگر دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی برای باز هم بهتر شدن نیک و احوالی ساکنان مملکت و پیشرفت و ترقیات اقتصاد ملی ما نقش مهم و ارزشمند می‌باشد. شما گفتاری چهارم را از روی اثر افق‌های استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.